یه عده بهش انارپته و عده دیگه بهش انگور خمس میگن. این خوراکی اصیل گیلانی در دسته مرباجات قرار میگیره. حالا اینکه چرا با انگور درست میشه ولی بهش انارپته میگن هم داستانی داره که داخل کپشن براتون نوشتم. آماده سازیش هم به این صورته که دونه های شسته و بدون چوب انگور رو میذاریم داخل قابلمه تا آب بندازه و بعد شعله رو کم میکنیم تا انگورها داخل آب خودشون بپزه و ترکیبی مثل مربا، البته بدون شکر، به وجود بیاد. بله، آماده شد. موارد مصرفش هم زیاده، از خوردنش به عنوان یه شیرین کننده طبیعی کنار چای لاهیجان تا مصرفش با نون و گردو به عنوان یه صبحانه بسیار بسیار مقوی. حتی میشه با کره تفتش داد، بهش تخم مرغ زد و به عنوان یه وعده غذای اصلی خوردش. پلو و انارپته هم یه ترکیب خوشمزه با آماده سازی سریع بوده که خیلی عاشقش بودن و هستن.